داستان زندگی شانایا توین یکی از الهام بخشترین و در این حال سخت‌ترین داستان‌های موفقیت در دنیای موسیقی است. او از فقر شدید و کودکی پر از مشکلات به یکی از پرفروش‌ترین خوانندگان زن تاریخ موسیقی کانتری و پاپ تبدیل شد. شانایا توین در شهر آنتاریوی کانادا به دنیا آمد. والدینش وقتی او 2 ساله بود از هم جدا شدند. مادرش با او و 2 خواهرش به شهر کوچک تیمینز در شمال آنتاریو نقل مکان کرد و آنجا با جری توین ازدواج کرد. جری توین او و خواهرانش را به فرزندی پذیرفت و نام خانوادگیشان به توین تغییر کرد. کودکی شانایا بسیار سخت بود. خانواده در فقر شدید زندگی می‌کردند و گاهی غذا کم بود. خانه پر از خشونت بود. جری الکلی بود و خشونت خانگی زیاد رخ میداد. شانایا بارها شاهد دعواهای شدید و حتی خطرناک بین مادر و ناپدریش بود و نگران بود که یکی دیگری را بکشد. از 8 سالگی برای کمک به درآمد خانواده در بارها و کلوب‌ها می‌خواند. از 10 سالگی شروع به نوشتن آهنگ کرد و استعداد موسیقیش خیلی زود مشخص شد. با وجود این سختی‌ها، موسیقی برایش نقطه روشن زندگی بود. در سال 1983 از دبیرستان فارغ التحصیل شد و به تورنتو رفت تا حرفه موسیقی را دنبال کند. اما در 1 نوامبر 1987 وقتی 22 سال داشت، مادر و ناپدریش در یک تصادف رانندگی وحشتناک کشته شدند. شانایا ناگهان مسئول مراقبت از خواهر و برادرهای کوچکترش شد، 3 فرزند کوچکتر. او مجبور شد رویای موسیقی را کنار بگذارد و به خانه برگردد تا خانواده را سر پا نگه دارد. این دوره یکی از سخت‌ترین زمانهای زندگیش بود. پس از مستقل شدن خواهر و برادرها، شانایا با نام هنری شانایا توین، واژه‌ای بومی به معنای راه من، وارد دنیای حرفه‌ای موسیقی کانتری شد. نقطه عطف زندگیش زمانی بود که با تهیه کننده معروف موسیقی مات لنگ آشنا شد، کسی که صدای شانایا را با پاپ، راک و کانتری ترکیب کرد و سبکی تازه ساخت. نتیجه آلبوم‌هایی که تاریخ ساز شدند. آلبوم‌هایش به خصوص کامان اوور او را به یک پدیده جهانی تبدیل کردند و از کانتری خوان محلی او را به نماد قدرت زنانه و استقلال تبدیل کردند. شانایا در 1993 با مات لنگ، تهیه کننده معروف، ازدواج کرد و پسرشان در 2001 به دنیا آمد. اما در 2008 فهمید که مات با دوست صمیمیش رابطه داشته و این خیانت زندگیش را نابود کرد. طلاق در 2010 نهایی شد. پس از آن شانایا دچار یک بیماری نادر شد که کنترل صدایش را مختل کرد. برای خواننده‌ای که همه چیزش صدا بود، این بدترین کابوس ممکن بود. سالها سکوت، درمانهای سخت و شک به اینکه آیا اصلاً میتواند دوباره بخواند یا نه. شانایا اما تسلیم نشد. با تمرین، جراحی و بازسازی صدا آرام آرام برگشت، نه فقط به صحنه بلکه به خودش. بازگشت او دیگر فقط یک کامبک هنری نبود، نماد ایستادن بعد از شکست‌های عمیق بود. امروز شانایا توین فقط یک خواننده نیست، او نماد زنی است که از فقر، یتیمی، خیانت و بیماری عبور کرد و نشان داد موفقیت واقعی ایستادن و ادامه دادن است.